مقایسه اثر دو داروی فاموتیدین و اومپرازول. فاموتیدین و اومپرازول هر دو داروهایی هستند که معمولاً برای کاهش اسید معده استفاده میشن و ما میتونیم این داروها رو بدون نیاز به نسخه یا به صورت OTC از داروخانه ها تهیه کنیم. با وجود شباهت‌های زیادی که داروهای اومپرازول و فاموتیدین با هم دارن، اختلاف‌های زیادی هم دارن که بهتر ما با اونها آشنا بشیم. از نظر سرعت اثر، فاموتیدین سریعتر از اومپرازول اثر میکنه. برای همین فاموتیدین برای تسکین سریع علائم حاد سوزش سر دل مناسب تره. اما اومپرازول برای درمان طولانی مدت و کاهش مؤثرتر و پایدارتر اسید معده بهتر عمل میکنه. اگه بخوایم از نظر دوام اثر دو داروی فاموتیدین و اومپرازول رو با هم مقایسه کنیم، دوام اثر فاموتیدین از اومپرازول کمتره. برای همین فاموتیدین برای درمان‌های کوتاه مدت مناسبه، اما اومپرازول برای درمان‌های بلند مدت و شرایط مزمن مثل زخم‌های معده مزمن یا ریفلاکس طولانی مدت استفاده میشه. برای درمان زخم معده و اثناءالعشر و همینطور ریفلاکس معده به مری تقریباً هر دو داروی فاموتیدین و اومپرازول با هم برابر هستند. برای درمان سوزش سر دل و سوء هاضمه فاموتیدین خیلی بهتر از اومپرازول عمل می‌کنه. اگه ما از این داروها برای پیشگیری و درمان زخم‌های ناشی از مصرف داروهای مسکن از خانواده بروفن مثل دیکلوفناک، ناپروکسن یا مفنامیک اسید استفاده می‌کنیم، اومپرازول انتخاب بهتری نسبت به فاموتیدین. بهتر همه داروها رو با تجویز پزشک و راهنمایی دکتر داروساز مصرف کنیم.